در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال نیازمندا. این مجبور که کد سنگ تک تک کنم انشاءالله که کدام سنگ نداشته باشه که پشت ما بدوه. این هم از جمله نیازمندایی است که قبلا سرویس شده. بله مادر جان سلام علیکم. چی حال دارین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشه، زنده باشه. قبلا خانه شما سرویس شده بود؟ خب بسیار خوب بسیار خوب. یک کمک زرگک مواد خوراک آوردیم برتان مادر جان. سلامت. آمین یا رب. بسیار تشکر. سلامت باشی. چی رقم کنیم؟ آمین یا رب مادر جان. تفلک ها کسی هست یا که امیجا بانیم باز میبرن؟ نه امیجا بانم؟ خب مادر جان. اینم بچشم بسیار خوب بسیار خوب. یا الله خیر یا الله خیر. زنده باشی مادر جان. چه خوب دعای نیک میکنی. مادر جان گرامی، این مساعدت عبدالرحیم جان سالنگی از امریکا کرده. آمین یا رب آمین یا رب. رفتیم مادر جان. الله نگهدار. الله نگهدار. خداحافظ خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. این هم از جمله نیازمندایی بوده که تیم ما قبلا آمدن سروی کردن و انشالله که در خانه باشن. بار خوب گرفتیم، خوراک بسیار خوبش گرفتیم انشالله. آرد است، برنج است، روغن است، مواد خوراکه و قیماق است، چای است، لوبیا است، مکرونی است، شکر است، دیگه پودر است، چاکلیت است و روب است. خلاصه همه چیز گرفتیم انشالله که یک ما را به راحتی و آسودگی انشالله که سپری خواد کردن. مادر جان سلام علیکم. چی حال داری؟ مادرم خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشی. خانه شما سرویس شده بود؟ سرویس شده بود؟ خب بسیار بسیار خوب. یک کمک زرگک مواد آوردیم برتان، مواد خوراک آوردیم. انشالله چند سبایتان شود. خیر بگی دارم. خیر نصیب بتان. هر کسی که کمک کرده خداوند خودش کمک کنه. آمین آمین. سلام. کسی که یادی ما رو کرده خداوند یادی بده. الهی آمین الهی آمین. خیرتون سلامت باشی. خیر نصیبتان. چی کنیم کراچی رو داخل خانه ببریم؟ نه خیر بگی بیارم خودم میارم. همینجا پایین کنم برتان. خب بسیار بسیار. آمین آمین. این برتان پایین بکنم. بسم الله. مادر جان عبدالرحیم جان سالنگی از امریکا اهدا کردن. آمین آمین یا رب آمین یا رب. رفتیم مادر جان. الله نگهدار. بچه خود دسته؟ خوب سی بچه؟ اوی نام خدا نام خدا. بگیری بچه کمک شوی. انشالله که اینمی خانه باشه.
عجب مواد است بار که خوشم خودم آمده. انشالله که اشتباه نکرده باشیم. لوبیای پلنگیز بسیار خوب است. نمیشه صحیح تک تک کنیم باید. تک تک وطنی. مادر جان سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشی، زنده باشی مادر جان، بخیر باشی. خوب هستین مادر جان؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ مادر جان کم کم یگان چیز که براتون آوردیم. خیر بینگری. میگیرین؟ خیر بینگری. خیر ببینی، سلامت باشی. خدا خیر بینگری. برکت بسی خدا. آمین. بخیر دعا که کمک کنه خدا آرام. دیر جوانی خود بخوره. آمین. عمری دوباره بخوره خدا. آمین زنده باشی. خیر ببینی مادر جان، خیر ببینی. اینم میمانم برات. باش میمانم برات. این خانه گفتن که از یک خانم نانبای است که به تمام نیمی قریه نان پخته میکنه. به این معنا که یک زن فوق العاده با همت. خداوند خیر نصیبشان کنه. تک تک میکنیم. باز از دروازه باز بوده. ما فکر نکنم که صدای ما بشنم. الو؟ کس هست؟ مادر جان خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ آرام هستین؟ شکر الحمدلله. سلامت باشه، زنده باشه. اینجا گفتن نانبایی است؟ نانبایی است. خب یک بوجار آوردیم گفتیم که بر ما خمیر کن نان پخته کو. نانبایی داریم، نان زنا رو پخته میکنیم. از مرد ها رو نمیکنیم. خب خیر بینیم مادر جان، شوخی کردم. مادر جان این قیماق آوردیم، میشه بگیرین؟ خیر ببینید جان. سلامت باشی سر. بیا بچیم تفلک رو صدا کن. هی نام بسم الله الرحمن الرحیم. اینه گرفتی؟ بسیار خوب. اینه سلامت باشی. مادر جان یک برادر ما احمد طاهر جان از امریکایی کمک کرده. خیر ببینم. آمین یا رب. آمین یا رب. سلامت باشی. رفتیم مادر جان. آمین. خداحافظ. 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 خدا. و علیکم بچیم. خوب هستی؟ صحت خوب؟ جان و جور بخیر هستی؟ نام خدا. نام خانه شما سروی شده بود؟ بله. خب بسیار خوب. مواد آوردیم بچی میگیری؟ بله. مادر گرامی ای کمک ها را محمد حنیف جان حکیمی از ترکیه کردن. خانه شبت خیر. آمین. آمین.
خداوند تعالی هر چیزی که برآورده برش کنه. الهی خداوند تعالی جانه که جور که تعالی اولادش بده. الهی آمین. الهی آمین. خداوند وسیله‌گه که شکنه. خداوند آرام داشته. خیلی ببینی از دعای نیکتان. آمین. آمین. همیشه دعا گویتان هستیم. زنده باشیم مادر جان. آمین. رفتیم مادر جان. خداحافظ. خداحافظ. اینه بخیر. این اینجا یک پدر بسیار سفید داریم که در تاکاو زندگی میکنه. یک صدایش میکنیم. پدر جان هستی؟ وای نام خدا، وای نام خدا. وای پدر جان. سلام سلام سلام. بخیر هستین، خوب هستین، بخیر هستین. خوب هستی؟ حالا خیرات، بخیر هستین. خوش جان آمدین، جون بخیر هستی؟ خوب هستین. خوش باشی. چطور هستی؟ سلامت باشین. بخیر هستی؟ روز تیر میشه. چیز میز ماندی؟ دی تاکاو. همه شما عرض بالا گوش کنین. همه چشم هم تیر نمیشه. نمیبینه؟ نمیبینه. پایم درد میکنه. همه گوشم یک آزمون است. گوشم هم آزمون است. یعنی میبینیم که نم تکاو همه بیرون را میبینیم. همه جا مجبور شتای میگن. میفهم. با مو خاطر آمدیم. با مو خاطر آمدیم. اول تا گرفتیم. خونه آمد. با مو خاطر آمدیم. اول تا گرفتیم. خونه آمد. خوش آمد. شکر. اولادا خوب است. شکر بعد خدا تیر. خدا را شکر. خدا را شکر. یگان چیزا کاوردیم برات. زنده باشید. یگان چیزا کاوردیم. این یگان چیزا کا. اما تو یک بوجی برنج. این هم مکرونی. این هم قیماق. این هم آرد. این دو قطی روغن. این هم لوبیا. این هم چاکلیت و نمک و رب و شکر و این همه چیز است. انشالله یک ماه یک کنیم 2 ماه تا اما تو نرم و گرم میشه. انشالله. سلامت باشی. چی رفتیم؟ سرک رفتیم. همه یک با انجان رو میگن چی میگن؟ یک شیره گرفته نتارست. پول نباشه همه دیگه نبوده. نی راست میگه. این خدا رسان. این خدا. امروز ناامید برگشتی. پروردگار پس دوباره برات رسان. این شب نشده پروردگار رسان بدون شک. این پدر جان گرامی همکارا برات پایین میکنه. این میگه کاره این شب بگذران. فقط یک 2 کلمه که دوستای گرامی میخوایم عرض کنم. عزیزای بیننده بسیار تشکر از حمایتتان، از لطف و مهربانی و شفقتتان که تا این دم همراه ما بودین و ما را همیشه حمایت کردین. ممنونتان، سپاسگزار هستیم ازتان و میخواهیم که یادآور شوم از او تعداد رفیق‌ها و نازنینای ما که همیشه ما را تحت حمایت خود قرار دادن. ممنون. و اما جا داره که به عنوان خاطره و یادگار از دوستای ما نام ببرم. عزیز و برادر ما عبدالرحیم جان سالنگی از امریکا مبلغ 28200 افغانی بر ما هدیه کردن. رامین جان از استرالیا مبلغ 13500 افغانی روان کردن. احمد یاسر جان و احمد طاهر جان از امریکا مبلغ 28240 افغانی. فهیم جان انصاری از جرمنی مبلغ 11450 افغانی. محمد انیف جان حکیمی از ترکیه مبلغ 10000 افغانی. نزرابی صاحب از هلند مبلغ 7610 افغانی که جمع مبلغ 99000 افغانی شد. برای 11 خانواده نیازمند ما یک بسته مواد غذایی مکمل خریداری کردیم. در پشت درب منازلشان بردیم تا 1 ماه 2 ماه را خوب و خوش در کنار خانواده خود تیر کنه. پدر جان بر ما اجازه است؟ اجازه است. خدا باد. سلامت باشی پدر. رفتیم پدر جان. رفتیم پدر جان. کراچی ما بگیرم. کراچی ما میگیرم. کراچی ما میگیرم. حال نگه ما کراچی ما میگیرم دیگه. رفتیم پدر. خداحافظ.